سیب از جمله فراورده های خوشمزه زراعتی به شمار می رود که در سراسر جهان به ویژه افغانستان طرفداران به خصوص خودش را دارد. بریتانیایی ها برای ارجگذاری به اهمیت، حفاظت از انواع گوناگون و تشویق کشاورزان به پرورش درخت سیب 21 اکتبر را به نام این فراورده زراعتی نامگذاری کردند و همکنون در بسیاری از کشورهای جهان از جمله امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، هلند و افغانستان از آن تجلیل به عمل می آید. اگر میخوای که قلب سالم داشته باشه، امروزه خوردن یک سیب فراموش نکن. میوه ها نشانه از قلب مهربان طبیعت. شماری از شهروندان کشور و خبرنگاران به منظور استقبال از این روز آن را گرامی داشته و بر اهمیت این میوه صحی تاکید کردند. در دنیای ماشینی امروز که طبیعت به شدت از دستبردهای انسان آسیب پذیر شده و از او طرف هم فراورده های غیر طبیعی سلامت عمومی بشر را به مخاطره مواجه کرده، سیب یکی از معجزات ناب طبیعت است که میتونه جلوی هر دوی این پدیده را بگیره. شخصا من خبرنگار در باغ سیب بزرگ شدیم و افغانستان عزیز که آغوش سبزش برای کشاورزی و زراعت همیشه باز است، امکان داره سیب های ناب و غیر فراوری و دست ناخورده داشته باشه تا در مسیر سلامت عمومی گامی برداشته شود. پس روز جهانی سیب مبارک باد و سیب های شیرین به کام همه. که غواړئ ښه صحت ولرئ او ډاکټر ته اړتیا پیدا نه کړئ نو حتما ورځ کې یو مڼه وخورئ. گفتند که 3 نوع سیب وجود دارد، سیب شیرین و سیب ترش، اما از دید من نوع سیب هم وجود دارد. نوع سیب همان آدمایی هستند به شیرینی سیب در این جامعه حضور دارد. روز جهانی سیب مبارک. سیب به علت داشتن ویتامین های گوناگون از جمله ویتامین های A، C، E و K برای تقویت مغز، پوست و استخوان بدن انسان از اهمیت بالای برخوردار است.